عزیزا یکی از اینی گل رو گرفتم که قد از چیزا هم باید عالی اینا رو مرتب کنم کلگیش راحت تر جارشم تا این سخت تر میتونید خلق کنم با ظرافت کار میشه و کاری خواهیم که یک پیج هنری بزنم. جمهوری بیا هدا جانی نشست توی خان تاشو مام تو سلام، امیدوارم همگی خوب باشین، هر کجای هستین خوشحال باشین. عزیزای دل، خیلی وقت بود که بر شما ولاگ نگرفته بودم، ولاگی که خودم گپ بزنم. راستش بخوای از سایلنت ولاگ خیلی خوشم میاد و چند وقتی دوست داشتم که سایلنت ولاگ رو مثلا امتحان کنم. خیلی حس خوبی در خودم میداد، حس آرامشی میداد، حتی وقتی ادیت کردن و گرفتنشم. و خیلی مدت شده با شما حرف نزدم، واقعا برای کلگیشون دیخ شدم و امروز گفتم که بعد از مدت ها قرار شما یک مقدار گپ بزنم و بگیم که در این مدت واقعا ممنون از کلگیشون که مرا حمایت کردین. کسایی که نام مرا سابسکرایب کردن خوش آمدن. تشکر از حمایت تک تک شما، مرسی. عزیزم، من وقتی که افغانستان بودم خب خیلی علاقه داشتم در نقاشی، کلا در کارهای هنری خیلی علاقه داشتم. باز در ایرانم که بودم یک مدت کارهای مثلا هنری، نقاشی و چیزا انجام میدادم. کلا در کارهای هنری خیلی علاقه خیلی شدید دارم و خیلی احساس میکنم که باعث آرامش آدم میشه و آدم زنده مونه یک رقم. وقتی که مثلا آدم درگیر انجام دادن یک هنره خیلی لذت میبره از زندگی، از انجام دادن از کار و همه چی. گفتم که یک مقدار از این نقاشی رو خود شما نشان میدم. عزیزان، من این تابلو رو خود من باشم، این تابلو رو وقتی که جور کردم خیلی خوشحال بودم که مثلا همچین
هنر را میتونیم خلق کنیم. خود برم میبینین دیگه، نه؟ خالق اثر در اینجا یا چون نرم. بعد آره وقتی که ایره داشتم نقاشی میکردم خیلی خوشحال بودم و ایره قاب کردم، قابش میده شد، داستان زیاد داره. باز احسان ایرانی هم کمادم، مخصوص برای از یک دانه چمدان گرفتم و ایره قاب کرد آوردم. متاسفانه قابش خیلی جنسش بد بود، میدهش دادک درم. هرچند که ما خیلی احتیاط کردم که میده نشنه. یک نقاشی دیگه هم بود و کلانتر بود و از بس که خراب شد دیگه کلا خراب شد دیگه دور انداختم. بعد بچه نظرشون چیه اگر بخوایم که یک پیج هنری بزنم، مثلا هم در یوتیوب برای شما ویلاگ بلوم، همین که مثلا یک کانال تلگرام یا اینستاگرام داشته باشم که نقاشی از شما را یا سفارش بگیرم و ادامه بدیم. نظرشون چیه؟ برای از من حتما کامنت کن و اگر حمایت مونین ما ادامه بدیم، مثلا نقاشی و چیزا را ادامه بدیم و سفارش بگیرم. بعد دیگه کارهای خرم نشان بدیم شما را. بعد یکی از عزیزای مویه که عزیزای از مایه که در سویدن که مادم همراهشان آشنا شدم و راستش بخواین وقتی که عاطفه جان جشن فراغتش بود مرا دعوت کرده بودن، آزاده جان. بعد من گفتم که به عنوان کادوی فراغتشان عکسش نقاشی کنم و ماندگار شوه و ایره بلش ببرم. متاسفانه شرایط طوری نبود که من بتونم برم و نتونستم عکسش رو ببرم. انشالله حتما در یک فرصت مناسب نقاشیش را قاب مونم و کادویش رو تحویل میدیم. و یکی از جمله اولین نقاشی هایی که کشیدم از جمله اولین نقاشی هایی که کشیدم خیلی رو دوست دارم، خیلی تمیز دارم ده. ببینی شما چقدر ظرافت داره، خیلی روش خاک ششته، خیلی وقت بوده که ازش خبر نداشتم. آره ببینید خیلی اینا رو دوست دارم. بعد ببینید من کارهای هنری زیاد کرده بودم. خب بعضیش فروختم در ایران که بودم، بعضیش پاره شد و حوادث ناگواری برایشان پیش آمد که آره دیگه. بعد از جمله کارهایی که دیدین بعضی کارهای هنری رو که آدم میگیره همونطوری در زیر دیستی ممنه، این از جمله کارهایی که در زیر دیست از من منده و باید اینا رو تکمیل کنم. ایه موضوعش هم شاید خودتان متوجه شین که موضوعش مثلا طرح اولیش طوری بود که یک نفر کسا را از دانزه گرفته و این تصویر در واقع نشان میده که تجاوز چقدر وحشتناک میتونه باشه، مخصوصا این خوبی کودک دیگه. و از کارهای دیگه ای که حالا بخی بد شد و از کارهای دیگه ای که انجام دادم، من آساس رو گپ میزنم چون دخترم خواه دیگه. از کارهای دیگه ای که انجام دادم و نیمه کارم منده این از جمله اینا که بقیه که شده شما نشان دادم اونا سیاه قلمن و کارهاشون مثلا راحت تر. منطقه این کاری رو که میبینین، این کاره که میبینین این خیلی کارش ظریف و مثلا نگاه کن بریز کارهای از این خیلی سخته و ایرم من یک ماه روش کار کردم. منطقه خب خیلی زمان مبرد تا من بخوایم ایره تکمیل کنم و انشالله حتما تکمیل کنم. خب حالا میخوایم در مورد از این گپ بزنم که چرا اینقدر در کارهای هنری نکردم و مثلا در شما نشان ندادم. بچه‌ها من از وقتی که در سویدنم موندم، اولا که مثلا خب آدم وقتی تا در یک جامعه اولا که هیچ چیزی رو بلد نیه و خیلی طول میکشه تا مثلا به اون جامعه وفق پیدا کنه، تا بتونه مثلا چشم و گوشش باز شونه، خیلی چیزا رو یاد بگیره، بفهمه اینا. بعد من که مثلا خب آشنایی ندارم، تازه میخوام کم کم یاد بگیرم و خیلی چیزا رو مثلا تجربه کنم و نو یاد بگیرم، زبان یاد بگیرم. یکی میگفت مثلا تو میخوای در یک جامعه مهاجرت مونی در یک جامعه دیگه،
5 سال طول میکشه تا تو مثلا کم کم با او جامعه کولیده‌شون رو وفق بگیری، چیزایی رو یاد بگیری. مثلا مخصوصا به گفته از این مردم که از جهان سومی، تو یک جهان سومی که اکثر چیزا رو بلد نیستی. من یک جهان سومی که اکثر چیزا رو بلد نیستم و اینجا باید یاد بگیرم. و از همون خاطر من درگیر از او گذشته در مهمترین دلیلی که من نتونستم که فعالیت های هنری خود را ادامه بدیم، هنری این بود که عزیزان من بچه دار شدم و خودتان هم میفهمید وقتی آدم دست تنها یک کسی را ندیره، خدا رو شکر همسرم هم که همیشه سر کار دیگه طبق معمول. و من با یک دختر ریزه که تازه 1 سالش شده، چند وقت میشه 1 سالش شده. خب خیلی برای من سخت بود تا مثلا هم با یک جامعه جدید، هم با یک بچه، هم با تنهایی، هم با دوری از خانواده، با اینا همگیش همزمان مثلا میخوای چشونی کولیدشونی خود سخته. تا دیگه هم در کامنت ها بر من بگین اگر دوست دارین که من ولاگ بلوم بلشم، خب ولاگ بلوم فقط بلشم گپ بزنم. چنانچه از سخنان من خوشتان می آید و می خواهید بهره‌مند شوید. و اگر این که مثلا ویدیوهای با آرامش بخش و چیزا میخواین که مثلا هم کارهای روزمرگی هم چیزا بلشم میشم. یکی از کارهای دیگه چون اینا که استخواه اینا مثلا اگه میبینید زیاد زیبایی نداره چون اینا تمرینیه و فقط به خاطر تمرین روی دیدیم که مثلا کاغذ اینا فرق کنه. اینا طراحی بودن که من انجام دادم. یک چیز دیگه هم بود اینجا از جمله اولین کارهایی که انجام دادم اینا بود، این بود، اینا بعد اینا. آره دیگه یه دیگه اینی هم هسته. بچه‌ها من طبیعت خیلی شوخی دارم. اگر من میبینین که بعضی وقت خیلی مثلا شوخی مونیم اینا، من اخلاقم هم همینطوریه. اگر نستگی من باشین قدم بخواین مثلا گپ بزنین اینا، من همینطوری شوخ هستم. بله. و این یکی از اولین کارهایی که من انجام میدادم و از بعد هم انشالله ادامه ولاگ را هم ببینید که قراره که خانه یکی از دوستای خوب برم که این دوست من از طریق یوتیوب پیدا کردم و از همینجا از شما عزیزای اگر که این ولاگ هم میبینید سلام راضیه جان و اونام که یوتیوب دارن انشالله در یک فرصت خوب احتمالاً با هم اگر که راضی باشن و دوست داشته باشن با هم یک ولاگ میگیریم و میل. چقدر هیجانی گپ میزنم باز. آره دیگه الان میخوایم بریم که برایش یک کادو بگیرم. بچه من اولین باره که میخوایم خانه کسی برم در سویدن واقعا نمیفهمم چه کادویی بگیرم. راضیه جان که اینجا آمده بود کادوهای خیلی مقبولی برای من گرفته بود و من الان میگم که چی بگیرم که مثلا خوشش باید. تا آخر ویدیو رو با من همراه باشین و اگه سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین و لایک و کامنت و شیرم یادشون نره. عزیزان ما دخترم از بیدار شد از خواب باز پس رفتم که خاکلجی کنم. متاسفانه نور از دست دادم. وقت غروبه و خواستم بگم که بر علاوه از اینکه نقاشی مونم و نقاشی مکد و نقاشی دوست دارم شم جرمونم. عزیزا حال شم رو دشتون نشان میدیم. عزیزا ببینین این شمه اینو خیلی با ظرافت کار میشه و کارش واقعا سخته و احساس مونم که باید خیلی در این کارا بها داده شونه و یک گزینه خیلی خوبیه برای مثلا
آدم میخواد برای یک عزیز کادو بده یا مثلا به عنوان دکور از این استفاده کنه، خب هنر خیلی ارزشمنده. همهای قالبی زیاده، خیلی هم جرمونن و خیلی ها درآمد خیلی خوبی هم ازش دارن. منتها خب متریال و مواد اولیه‌اش گرانه، از او گذشته خب خیلی با ظرافت کار میشه اینا. ما بقیه‌اش رو هم دشمون نشان بدیم. ببینین عزیزا، متاسفانه من رو از دست دادم. همینقدر زیبایی کارهای هنری. راستی گفتم که برای دوست ها یکی از این شمعای خوره به عنوان کادو ببریم. چه چیز قشنگتر از هنر دست خود آدم؟ نظرشون چیه؟ ببینین بچه ها، این خیلی ظریف کار میشه اینا. انشالله هم کار نقاشی رو پیش ببرم از این به بعد، هم برای شما ولاگ بلوم در یوتیوب و همچنان اینستاگرام فعالیت خود رو شروع کنم. بقیه شمها رو هم دشمون نشان میدیم. ببینید بچه چقدر من از خود تعریف کنم بعد معلوم میشه. شما تعریف کنید ببینید چه رقم خوش اومد یا نه. به نظر شما اینا ارزشمند است یا نه؟ یکی از دیگه شمایا که جور کردم، البته اینش کسته قالبیه ولی او دیگهش کسته دست سازه قد دیسق جور کردم. این دیگه چیه؟ عزیزا این شمع بر علاوه از اینکه در داخل ظرف جور میشه که آدم در داخل ظرف میله و شمعش مثلا ماندگارتر میشه، خب دیرتر آب میشه، اینا آدم میتونه که گل جور کنه و در داخل آب هم بریزنه، خب خیلی قشنگتر معلوم میشه. ما در سال نو در اینستاگرام خیلی یاد دیدم که مثلا از اون شمعای گرد گرد چقای است از اون خیلی استفاده میکنن، داخل خیلی خوب معلوم میشه. خب اگر که آدم شمعی گل دستساز جور کنه خب خیلی زیباتر معلوم میشه. نظرشون چیه؟ با نظرشون زیباتر معلوم میشه. ما این رقم فکر میکنم. و دیگرایش هم نشان بدیم. ببینید زودتر از اینا سفارش بدین، من خوشحال میشم شما از اینا سفارش بدین. یکی از گلای خیلی خیلی زیبایه، پشت اسم از چی بود؟ آلاله. گل آلاله به نظر میاد خیلی زیبایه. اینا خیلی گل دوست دارم و خیلی مثلا زحمتش بیشتر از گل روزه. گل روز راحت‌تر جور میشه، اونجا سخت‌تر جور میشه. کارش طولانی‌تر و گل برگاش بیشتره. خب عزیزا، من باید آله اینا رو مرتب کنم، کلگیش از سر جای خود گنج بلم و تصمیم دارم که نقاشی خوره بعداً قاب کنم، ولی فعلا به عنوان ازی که برای من انگیزه شوه قشار دیوار میزنم و دشمو نشان میدیم که اگر که یک روز قاب کنم اینا رو بزنم چه رقم میشه. و تصمیم دارم که عکسای دختر من، عکسای ستایی من و همسر من و خانواده را همینطور مثلا نقاشی سیاه قلم نقاشی کنم و اونا رو قاب کنم بلم. این طرف هم شمع افتاده. این قالب ها اینا هستن، منتها شمع قالبی زیاد به نظر من خب کلگی جور میتونه شمع قالبی را، ولی شمع های دستساز مثل اینا خب اینا خب خیلی ارزشمندتره و زیباتره و ظرافت داره. عزیزا خب من دیدم که خیلی ها در اینستاگرام یا در یوتیوب یا در کلا در فضای مجازی در سوشال میدیا خیلی با چیزای معمولی و عادی و شاید هم خیلی وقتا چیزای بیخود، معذرت میخوام، منظورم برای مثلا تمام کارا نیه، بعضی ها واقعا با چیزای بیخود معروف میشه در فضای مجازی و خیلی استفاده مونن. آفرینشان، دمشان گرم. من گفتم که من این شانس در خودم بدم، یک دفعه امتحان کنم که میتونم که مثلا با چیزی خوب. ببینید بچه ها، خودنمایی چند رقم خودنمایی داریم. این که مثلا تو یک هنری داری، کتاب میخوانی، چون فهم مطالعه مونی، یک چیز ارزشمندی برای ارائه دادن داری، من خودنمایی مونی، تو بجا خودنمایی مونی. آفرین تو اگه خودنمایی مونی.
تو باید خود نمایی کنی. تو ما مثلا وقتی که نخوایم هنر خود نشان بدیم کی میفهمه که ما مثلا بلدیم یک چیزی. ما اگر نخوایم مثلا دوربین نگیریم برای ویدیو گرفتن از خودیم، برای ولاگ گرفتن، خب کی میفهمه که مثلا نه چی حال ما میشه. اگر که کسی رو میشناسین یا خودتون مثلا میخواین که شروع کنین فعالیتتون، هرچند که من هنوزم در جایی نرسیدم ولی خب مطمئنم که یک روزی در جایی میرسم. با حمایت شما عزیزا، اول با یاری خدا و بعد با حمایت شما عزیزا، باید محک بزنه آدم خود خب محک بزنه که آیا میتونم، آیا من برای از کار ساخته شدم. خیلی وقتا در ای مثلا گپم فکر مونم که نکنه که مثلا یک روز موفق نشم، یک روز مردم به من بخنده، یک روز بگه که ای فلانی تو همونیه که یوتیوب شروع کردی در جای نرسیدی، یا مثلا خیلی چیزای دیگه. و خیلی از گپا رو تبالم شنیدم، هنوز که مثلا هیچی نشدم شنیدم که مثلا با نشکنه زیاد خیلی از من گپ زده شده. منتها میخوایم این فرصت در خود خوب بدیم، میخوایم این ریسک رو کنیم که خانه رفع خبر مکادش را آماده کنیم. اگر که شد که نور علا نور، خدا رو شکر. اگر که نشد فردا روز پشیمان نشم که ما فلان کارم میتونستم انجام بدیم ولی نکردم. با 4 قاشق ریسک پذیری همیشه بد نیست، بعضی وقتا خوبه. اگه زعفران داشته باشه اکثر وقت اگه نداشته باشه همون ادامه ولاگ همراه باشین که ما کادوی رفیق رو جور کنیم، ما خیلی گپ زدم و ادامه رو ببینیم. بعد از او با کنجد و هر چی که در دم دست داشتیم، کنجد و تخمه و اینا تزیین کنیم و روی حرارت 200 فرده بالا، قسمت بالا و پایین روشن می‌کنیم و میلیم که پخته شده. و وقتی که هم پخته شد دوباره از همون رومال عسل و آب رقیق شده رویش میمالیم و میلیم که یخ شده. هر وقت هم که یخ شد با یک چای خوشمزه نوش جان کنیم. خب عزیزا، من تصمیم گرفتم که برای دوست خود که یاله میخوایم خانه‌شی بریم 1 دانه ماگ بگیرم و 1 دانه شم و 1 ذره شکلات. باز اینا رو الان چیز مونم بسته بندی مونم، کادو پیچ مونم، یعنی بلدم نیم دفعه اول چیز مونم. بعد آل داشتم نشان بدیم که چی گرفتم. اینی شم را خواستم که چی کنم، کادو کنم و رنگ صورتی و زرد را انتخاب کردم. باز ماگی که برش گرفتم هم گلای صورتی دیره. باز 1 دانه گل برش گرفتم که گلایش زرده. اینی گل را گرفتم که گلایش زرده و شم هم گلای صورتی و زرد دیره که قد از چیزا همخوانی دیره. حالا اونا رو بسته بندی مونم و بریم که ادامهش ببینیم. متاسفانه شکلات امیال از دستم افتاده، معده شدم مجبور شدم که چسب دهیم. ما خانه رفیق عزیز خواهماتم. گفتم که قبلا هم قشمو گفتم که من رازیه جان از طریق یوتیوب پیدا کردم، یعنی من خانه شما هم پیدا نمیشه والله چیز بشه دیگه. سلام بیننده های فاطمه جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. دیگه بازم خوش آمدید میگم، خیلی خوش آمدی دیگه ما نان میکشیم، نان میخوریم، گرفتم خرید
نوشه جان میکنیم به همراهتان هستیم دیگه. رازیه جان قدر زحمت کشتم ما درگاه که درم بودم به چه بویی از همون زمان من گوش نشدم. الانم نشان میده شما را که چه چیزایی به زحمت شدی دست در نکنه. مرسی. یک چیز ساده تیار کردم. مقصد یک دوره هم بودن مهمه به نظر من. آره واقعا اصلا من که تنها تو ندارم، من که همیشه تنهایی یعنی میشه قدر خوشحالم. من خوشحال شدم واقعا دیگه. دوست هستیم رفت آمد کنیم دیگه، همیشه رفت آمد باشه. قرمه سبزی به به چه جو افتاده شده. چه من گذاشتم گرم شوه دیگه. یک ذره مرغ عزیزم چه رنگی داره دیگه. رنگش که من دیگه طاقت ندارم. ببینید چه رقم است. من طاقت ندارم دیگه. بریم غذا رو بکشیم. دست درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. خوشمزه به نظر می. خب عزیزا ما غذا رو نوشتن کردیم، دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. نوشه جان دیگه خیلی خوش آمدی. خیلی خوشحال شدم که امشب بازم من نزدیک دیدم. فکر میکنم بار سوم است که نزدیک هم دیگر رو میبینیم. خیلی خوبه. عزیزا که دستویدن هم داشت شاید خیلی هایشی زود دوست پیدا کنه، مثلا مخصوصا کسایی که مثلا اسفی مورا و اینا درس میخوانه خوبه نه؟ منتها من آدم خانه نشینی و هنوز چون دخترم هنوز تازه 1 سال شده و همیشه در فضای خانه بودم و اینا. بعد مثلا رفیقای مثلا چیز هست دیگه خواه که عرب باشه و اینا، منتها رفیق چیز افغانی رفیق چیز پیدا نکرده بودم. و از همون خاطر وقتی که رازیه جان در یوتیوب پیدا کردم دیگه سفت محکم گرفتم. قربانت. دیگه گفتم بیا خانه مو تو را خدا بیا و اینا. بعد دیگه خدا رو شکر دخترم هم کوچولوه با هم همسن دقیقاً خیلی خوبه. هم بازی و هم سن هستن. چی شد مامان بیا. خب عزیزا یک جنگ جهانی اینجا رخ داد. 2 تا ابرقدرت دنیا در روبروی همدیگه قرار گرفتن و مجروح زیاد بود. بچه‌ها جنگ کرده بودن. یه اشکال نداره. خیر است. آره دیگه اینکه عزیزا ما با هم دیگه ممکنه بعضی وقتا ولاگ بذاریم، بعضی جاها با هم بریم و انشالله که با هم دیگه دوستی خوبی داشته باشیم. دوستی ما پایدار باشه. بله انشالله. بعد چون اینجا در غربت هستیم، اولا که با خانواده که مثلا همسرم و بچه ما مثلا شما همینطور هسته، بعد از خانواده ما فقط همین دایره دوستی رو داریم. درسته. مثلا اقارب نداریم که خانهش بریم، خب آدم دوست پیدا منه. دقیقا. بعد میگه که از 100 خیش یک همسایه بیش و از یا از 100 تا خیش هم ممکنه که یعنی واقعا یک دوست خوب بیشه به نظر من. درسته. آره ما که اینجا نه فامیلی داریم نه واقعا پدر مادرمون نه اینجاسته، ولی خواهی یک دوست بسیار میتونه به نظرم کمک کنه واقعا. در بیشتر مسائل خوب است همراهش باشی دیگه، در کل خوبه. آره بعد مثلا یک روز دلت میگیره مثلا میخوای بری جایی و اینا. من قبلا اینطوری زیاد شده بود که دلم میگرفت میخواستم برم جایی ولی هیچ جایی رو برای رفتن نداشتم، ولی از به بعد دارم. دلم گرفت خانه تو من باشی نباشی مامای. خب بیا قدمای سرش مقصد یک کمک مسیرهای ما طولانیه. اگه نزدیک بودیم که هر روز دیگه ان شاءالله دل آدم میرفتیم بیرون و دیگه برنامه ها میچیدیم، ولی خواه یک کمک راه های ما دور است. بازم خیر است دیگه، دل که نزدیک باشه دیگه راه مهم نیست. آره بابا داخل استکهلم دیگه با هم بریم من بعضی وقتا. خب بازم انشاءالله که بیای همسایه ما شوی نزدیکتر شوی باز دیگه من خوب میشه. من نمیتونم اسف ثبت نام کنم چون میگم امروز ممکنه خانه پیداش نه، صبح ممکنه پیداش نه. یا نمیتونم برای دخترم درخواست چیز بدم کودکستان. خب سخته دیگه نه؟ آره. خب انشاءالله که بتونی یک خانه خوب انشاءالله طبق دلت پیدا کنی. انشاءالله برنامه هایت هم روی نظم
بیاید دیگه. آره انشالله. بچه اگر شما مثلا بلدین میتونین راهنمایی کنین، خوشحال میشم که راهنمایی کنین، یا مثلا خانه چیزی در نظر دارین بگین. خب عزیزان خوشحال شدم که تا آخر ولاگ قد از ما بودین. لطفاً لایک بزنین، کامنت، سابسکرایب هم یادشون نره و از ما حمایت کنین. مرسی از حمایت هایشون دیگه. قربان لطف و محبتتان از اینکه ما رو تماشا کردید و ما رو برای تماشا کردن انتخاب کردین. طبق گفته فاطمه جان لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتان نره عزیزان دل. دیگه وقتشون بخیر. خدا تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.